أعوذ بالله السميع العليم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان بین‌الملل با رحم. دوستان و برادران عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. و بعد خداوند جمله مسلمانانی که بیمار هستند اونها را از خزانه غیب شفای کامل و عاجل عطا بفرما. دوستان عزیز، همیشه با دعا باشین، کجایی که باشین و با چه عملی که گرفتار که باشین، نمازها را ترک نکنید. در اون جایی که تر نمیماند نماز خواندن، نماز نمیتونی خواندن، کار را ترک کن به خاطر الله. هر شخصی که توکلش به الله میکنه، الله او را از تمام مشکلی ها بیرون میکنه. و من یتق الله یجعل له مخرجا. هر شخصی که تقوا میکنه، پرهیز میکنه، واسه پروردگار که برمیگرده، خدا ترسی میکنه، الله او را از تمام مشکلی ها بیرون میکنه. با اون خاطر دوستان عزیز، کجایی که نباشیم، الله برای ما و شما نماز فرض گردانده است. ان الصلاة كانت على المؤمنین کتابا موقوتا. خداوند نماز فرض گردانده است، در وقتش باید ما و شما نمازها را انشاءالله که در وقتش که خواندیم یگان چیز برای ما و شما ضرر نمیرساند. اگر هر صبح و هر بیگاه این دعای رسول خدا صلی الله علیه و سلم را اگر بخوانیم، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم، 3 مرتبه اگر همین سحر خواندیم و 3 مرتبه بیگاه، و انشاءالله که یگان چیز برای ما و شما ضرر نمیرساند. بسیاری برادرایی که سیاهشان کردگان جین دارند و بسیاری بیماری مبتلا هستند، اکثریتشان پرسان میکنیم آیا شما نماز میخوانید یا نه؟ میگویند که نه، نماز نمیخوانیم. وقتی که تو نماز نخواندی، الله تو را حفاظت که نکرد، وقتی که چین شما را که ما برآوردیم بعدا اونها برمیگردن به بدن شما، یعنی فایده نداره خواندن برای شما. با اون خاطر کجایی که نباشین، از نماز، از روزه، از این عملهای خیر دور نباشین، به ذکر یاد عبادت الله باشین که الله میفرماید در حدیث قدسی ان ظن عبد بی و انا معه حین یذکرنی فان ذکرنی فی نفسی ذکرت فی نفسی و ان ذکرنی فی ملأ ذکرت فی ملأ خیر من. الله سبحانه و تعالی میگه در حدیث قدسی که گمانی بنده نزد من هست. هر وقت که بنده در تن نفس خود من یاد میکنه، یعنی به تنهایی، الله میگه ما رو به تنهایی یاد میکنم. اگر اون من در یک جماعت یاد بکنه، یعنی در یک مسجد میره، در ذکر خدا میره، جمعه میره و دیگر عملهایی که در جماعت هستن اونها رو انجام میدیم، الله میگه ما رو در جماعت یاد میکنیم که از جماعت رو بهتره، از جماعت رو کده بهتره، یعنی در نزد ملائکه خداوند تراوس میکنه و تعریف میکنه. و اون خاطر دوستان عزیز با دعا باشه که خداوند یگان مسلمان به این بیماری رو که مبتلا نکنه. و دعایی که بعد هر یک نماز باید ما و شما بخونیم: سبحان الله و بحمده عدد خلقه و رضاء نفسه و زینت عرشه و مداد کلماته. ان شاء الله که هر وقتی که این نمازها را خواندیم، نماز بامداد را پیغمبر خدا میگه هر کسی خون من صلى صلاة الصبح و فی ذمة الله، هر شخصی که نماز بامداد را خون و در ذمه خداوندی و کسل روحی و کسل بیماری دیگر چیزها ان شاء الله که گرفتار نمیشه و یگان چیز ضررش نمیرسه، نه سحر و جادو و نه دیگه و دیگر. و اون خاطر دوستان عزیز همیشه با دعا باشین، در حق جمله مسلمانان و در حق دعا باشین. از همه معذرت که در اکثریت شما تلفناتون جواب دادن نمیتونم، از سببی که من خودم تنهایم و شما بسیار هستین. در رحمتتون مشبه نمیکنم، هر یک کلمه سبشین شما جواب بدم. و در امان الله. السلام علیکم.